نه خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمه. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه آقا؟ هیچی، بفهم سر زندگیتون. خداحافظ. بفهم سر زندگیتون. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون بشیم که چی کار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. میگه بیا برو میخوانیم بیا برو. آقا یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چی کارش کردی مگه؟ اجازه بدید من یک توضیح بدم. زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. حالشو ندارم. تو دروغ گفتی؟ شوهرت بگو یه کاری نکنه. دیوونه شما خودمو بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی؟ دیگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج. اتهامت قتله. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد. دو روز حسابی آسمان میکنم چی شده؟ زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده.